حاضرین دانشجوها دا حیران میشن. بسیار وقت ما هم دانشجو بودیم، میخوندیم، در وقتش ما کو دیر میکردیم یا که استاد دیر میکرد ما شتر میکردیم، ما انتظار میشدیم که کی استاد میآید. اینجا بیرو. ای کجا اومدی؟ شنبه مرا نگاه کن. لبا معلم جان. تو بدونی که کجا اومدی؟ کجا؟ درس ده. درس؟ یا همه سیفون ششتگی. شما همه سیفون ششتگی تو دیر میکنی؟ خیلی معلم جان راستی که یا دخترک گردم دادم دیرش. هشتی مرد تا دخترک گل پدرک کده گشتی ها؟ خیلی چیکار کنیم معلم جان؟ مرا گوش کن. میدونی که درس اومدی ها؟ کنی دفتر؟ اینه. این چیه؟ دفتر؟ شما هم درس خوندگی نه؟ طلبه بودین اخرا؟ شما هم خیلی دفتر میگردونی؟ هم خیلی دفتر گردوندن ممکن نیست. باقی هستن؟ پاپکا کنی پاپکا. پاپکا رو موش خوندن دیگه. آخی معلم جان گفتم که شمال نظرش با برایم که خدمت رها بزن مشکلم من کدام خواستم همین بخزم بیام که خیلی یکی خیلی شد. چی بود درس رو دیر میکنی؟ دیونه که همسیفات بسیار بوده اینا. همکورسون مرا گوش کن. تو که در دانشگاه آموزگاری بخونی ها؟ او تو در درسا دیگری اویاده کی میشی؟ اویاده آموزگار معلم. او معلم که شاید تو در درسا دیگری بعد طلبه ایت چی برام میگیره؟ رنگ شما ما درس داده میتونی معلم. تو رنگی ما درس داده میتونی؟ تو درس داده میتونی؟ ما اینا رو بگی کنی درس تیا کن. درس بکن؟ درس دی. ما حیران میشیم درس میدادن دیر میکنم. در کجا میگردی؟ کی رو گفتی صاحب شما؟ در کجا میگردی؟ تو استاد چه میدونی بچه؟ من معلم من گفتستم که درس همه هشتگی میدونی چیز دقیقه درس داشته در کجا میگردی؟ میدونی چون؟ ای به شرمانه پدرت زنگ میزنه که بچه مرا بامزا فرام در کجا میگردی؟ ای به شرمانه میدونی؟ بچه تو چخری درس نیستی؟ نه خود دارم برام خیلی بزنم. آخه من معلم جان آخه هر روز شما مرا خیلی میزنه. بخشش یه جا بده. بخشش هر روز شما مرا خیلی میزنه معلم. من بزن که تو آدم میشه آخی. چی بومت دقیق کچکو؟ مرا گوش کن. بله بله. مادر همین پدری که مرا زنگ میزنه میگم اون بچه مرا درس ده مادر کو درس دستم که تو یا چرا بوموزی تو یا چرا بوموزی اویاده یا چی بشه معذرت میخوایم بخشش مادر یک سوال دیگه میتونم خب همین خشم مرا بگی یکمین بار بالای محتاب کی با کیهان رو بده بود یکمین بار یا پراتر گفت معلم جان مرا گوش کن یکمین بار با کیهان خب بالای محتاب کی بر اومده بود؟ یکمین بار با کیهان بالای محتاب کی برام؟ پدری من دانشجو تو سوال مرا خانه فهمیدی؟ خب مرا گوش کن با دقت گوش کن یکمین بار کی با کیهان بالای محتاب بر اومده بود؟ یکمین بار کی با کیهان بالای محتاب پدری من پدری تو کیهان آور بود؟ نه او بچه اگر پدری من بودسی آخه اون چای من محتوم دارم